خودشون رو از من میپرسیدن. بعد دیگه شرایط سیاسی که پیش میاد بوعلی سینا مجبور میشه که مادام السفر بشه. بوعلی سینا توسط محمود غزنوی که گاهگداری می اومده دایه‌دار حکومت بوده. ببینید حکومت ایران اون زمان که به اصطلاح خاندان سامانیان یک خاندان پارتی اصیل ایرانی بودن که 4 تا به اصطلاح قوم داشتن، قوم بزرگ مثل غزنویان، خوارزمشاهیان، سلجوقیان، اینا به اصطلاح اقوام سامانی هستن. احتمال میدن که تاجیک ها هم احتمال میدن که جزء اقوام سامانی باشن، ولی متاسفانه توی اسناد تاریخی نیامده. اما چیزی که مشخص هست بوعلی سینا تو شرایط سیاسی بدی بوده. متاسفانه این دانشمند بزرگ و جوان خیلی مجبور میشه، خیلی اذیت میشه بابت این قضیه. سلطان محمود غزنوی گهگداری به اقوام بزرگی مثل خوارزمشاهیان و حالا سامانیان که حکومت مرکزی رو به عهده داشتن، ولی اینا هم دایه‌دار بودن. سلجوقیان و خوارزمشاهیان اینا به هم احترام میذاشتن، ولی غزنویان که محمود غزنوی به اصطلاح حاکم اونها بوده خیلی سرکش بوده. اینا گهگداری می اومده به اینا تاکید میکرده که شما بیاید از من تبعیت کنید تا سامانیان از بین برن. و اتفاقا این اتفاق یواش یواش میفته، چند بار یورش میبره به خوارزم و بوعلی سینا چون میبینه افول حکومت سامانیان رو میبینه مجبور میشه یه مدتی میره به خوارزم پیش شاه خوارزمشاهیان، اونجا یه مدتی میمونه. سلطان محمود بهش میگه که تو باید بیای تو دربار من. ابوریحان بیرونی همراهش بوده، میگه که من میپذیرم، میره به همراه یک دانشمند دیگه میره سمت محمود غزنوی. بعد بوعلی سینا اینجا قبول نمیکنه، یک جواب گزنده‌ای هم به این فرد خیلی خیلی متعصب دینی میده و میگه که من هیچ وقت نمیتونم در کنار تو کار کنم. خیلی رو راست بوده بوعلی سینا و همین باعث دشمنی محمود غزنوی میشه. این باعث میشه که آتش خشمش زیاد بشه و عمالش تا پایان عمرش در تعقیب بوعلی سینا باشن. و بوعلی سینا از خوارزم دوباره برمیگرده به بخارا و برمیگرده میاد به سمت جنوب خراسان. این دفعه در زمان دوره‌های اسلامی که حکومت‌های دینی بوده، بوعلی سینا عزل و نصب به اصطلاح پادشاه‌های ایرانی توسط اعراب بوده. یعنی اعراب تعیین می‌کردن که کی پادشاه باشه. علت این که دانشمندای ما عربی می‌نوشتن یکی از دلایلش به خاطر تسلط اعراب بر ایرانی‌ها